سلام دوستان، من متین هستم. خیلی خوش اومدید از کانال گاما گیمر. بچه من اولین ویدیویی هستش که دارم ضبط میکنم، البته به جز اون رازهای ماینکرافت بود که الان صدای خودمه. بچه من امروز اومدم با یک مود خیلی خفن مشتی و دیگه چی نگم براتون. بچه قرار مود قصابی رو با هم تست کنیم که خیلی مود خفنی هستش. برای مثال همه چی داره که من زیاد باشون آشنایی ندارم چون من بازی زیاد نکردم باشون. این چند تا چیز داره، مثلا این باکت یه سطل داره که میتونیم با کمک باکت آب اونو پرش کنیم. من نمیدونم باشون خیلی چیکار کرد، اما فکر کنم باید سوپی آشی این چیز میشه باشه درست کرد. این میزه و اینم فریزر، خیلی جالب فریزر. و اینم میزی که روش پرش میزنیم. اینم اگه بذاریم اینم بذاریم اینجا، مثل بلک بزنیم زیرش خوشگل بشه و یک آشپزخونه واقعی بشه. کجه خب اب نداره. خب مثلا ما میریم ماهی، یک ماهی مثلا ور میداریم که ماهی فیش، یک ماهی ور میداریم. نوعش هم مهم نیست، با همه نوعا میشه. من امتحان کردم. ماهی میذاریم اینجاها، نه اصلا کیفیت. بعدش با فرنیس و کمفایر، با فرنیس و کمفایر هم میشه درست کرد. مثلا غذا میتونیم باش بپزیم مثلا یه از چوب بعد میپزیمش بتش. خب ما اینو با نایف کاتش میزنیم و با تیک ورش میداریم و میبینید که ما این ماهی نصفه داریم. ما میتونیم اینجا بپزیمش، میتونیم یه خال فریزر بذاریمش، مثلا خالی اول بذارمش. خب اینجوری هر دو حالا میتونیم بپزیمش. ما یه چیزی که خیلی مهمه تکسچر پکه. برای مثال ما اگر مثلا این فروت نصفه که ببینید میزنیمشون با ساتورن، وقتی میزنیم نگاه کنید درسته که رنگش عوض میشه، کوچولو باگ داره اما با کیفیت خیلی. و اینجوری میتونیم مثلا جابجاش کنیم. بعدش با نایف میتونیم پوستشو بکنیم همونجوری که میبینید و خیلی جالبه. بعدش با ساتور، ما با نایف معمولا نمیشه، فقط با ساتور تیکه تیکش میکنید و میبینید که بیشتر از یک مثلا خوک معمولی میده. بوی زفان شاد. خب چیز جالب پش میاد. بعدش دیگه با میساتو میبونیمش، میبینید که 4 تا داره. اگه گاو بیاریم پوستشو بکنیم فکر کنم ما چرم بده. درسته؟ سلام قربان. او چرم داد، چه جالب. بعدش هم که 4 تا میتونیم چه 4 تا میده و ما وقتی مثلا ور میداریم از اینا پختش میتونیم میدم حال فریزه جوری میذاشتش. این میده ولی نفردن چه بدم میخوره. پختش چه جوله. مثلا ما میتونیم همه این مواد میتونیم بخوال اینا درست شد. گوشی میخواد فریزه، گوشی میزه میخواد کمفایر. خب الان وقت هر بار که فریز شد به ما تحویلش میده. خیلی مود جالب و خفنیه
خلاصه بچه اگه خواستین دانلودش کنید، من قرار یک کانال تلگرام بسازم که نگران نباشین پینشون میکنم مودا رو و به زودی مثلا فردا، احتمالا فردا تا فردا نگاه کنین درست شد، احتمالا تا فردا درست بشه. چه جالب. بعدش اون یکی کجاست؟ نگاه کنید سخاری شد. معمولی کنم ببینم فایده چیزی هم داره. 5 دقیقه شد ویدیو. استوب کن تا بازی بیاد بالا. خب گرسنم میشه. خب بچه ها میبینید که من یک سلاخگر بزرگ هستم که از همه جا اگه هر جا رو نگاه کنید سلاخهای بنده رو میبینید. اصلا چی میده؟ پوست داره؟ حرف کنم میده و چقدر پوست داد؟ 4 تا 6 تا تخم داد تازه. و اینم تست کنیم. یا علی مدد. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، دنبال، کامنت، سابسکرایب و دیگه خلاص همه چی. بچه البته من چون تازه کارم کم کمک کنید و بریدم که نسخه بالاتر تا پیشنهادی ها اونو پیشنهاد بدم بقیه افراد. خب با هم غروب آفتاب نگاه کنیم و بریم. بای.